سلام خدمت شما دوست عزیز، خوش آمدید به جلسه 4 از مسیر زیبایی خودشناسی. ببینید در جلسه قبل در مورد این صحبت شد که کالبدهایی که من دارم مثل جسمم، ذهنم و کالبدهای دیگه بیشتر از این که این ابزارات، این کالبدها به من کمک کنه تا بتونم آرامش رو بیشتر تجربه کنم، بودن رو در این دنیا تجربه کنم، اینها بیشتر باعث زجر من شده، یعنی باعث شده که من بیشتر بترسم، یعنی جسمم بیماری بیشتری رو تجربه کنه. من چرا این اتفاق برای من افتاده؟ چرا این ابزاراتی که در اختیار من قرار داده تا بودن رو در این دنیای فیزیک تجربه کنم، چرا نتونستم درست ازش استفاده کنم؟ ببینید تمام این کالبدهایی که در جلسه قبل گفتیم مثل ذهن، کالبد جسم و اینا، همه اینا گفتیم که یک ابزار، یعنی یک وسیله، یعنی که ما بتونیم بودن رو، ما منظورم همون آگاهی است، همون هوشیاریه که انسان بتونه بودن رو در این دنیای فیزیکی تجربه کنه. وقتی که میگیم انسان، شما همیشه اون هوشیاری و اون آگاهی رو به ذهنتون خطور کنه. حالا ما اومدیم توی این دنیا و به جای اینکه اون آگاهی بیاد بودن رو تجربه کنه، ذهن اومد افسار رو گرفت و اون من ذهنی اومد افسار رو گرفت و اون میخواد تجربه کنه، نه اون هوشیاری، نه اون آگاهیه. ببینید من میخوام شما بتونید درکتون رو نسبت به جسمتون، به ذهنتون، به خیلی چیزها تغییر بدید. وقتی که شما این آگاهیتون تغییر میکنه، اون موقع است که شما دیگه میدونید که از این ابزارالات چجوری استفاده کنید. اون موقع این ابزارالات در اختیار شما، یعنی اون آگاهی قرار میگیره. ببینید گفتیم برای اینکه اون آگاهی، اون هوشیاری که شما هستید بتونه بودن رو تجربه کنه، ابزارالات فیزیکی نیاز داره. تمام اینا ابزارن، جسم شما، ذهن شما، یعنی توی این دنیای فیزیکیه. بعد از اینکه شما مرگ جسمیتون رخ داد، یعنی این دنیا رو میخواد ترک کنید، اون هوشیاری میخواد این دنیا رو ترک کنه، این ابزارات از بین میرن. یعنی شما جسمتون رو با خودتون نمیبرید، ذهنتون رو نمیبرید، اینها از بین رفتنی هستند. تنها چیزی که میره اون آگاهی است، هوشیاری است که از این زندگی به زندگی دیگه میره. حالا ما اومدیم توی این دنیا و به جای اینکه این ذهن به ما کمک کنه، یک ابزاری باشه در اختیار ما، جسم یک ابزاری باشه در اختیار ما در اختیار اون قرار گرفتیم. که اینم گفتیم چی شد که این اتفاق افتاد؟ اون من ذهنی تصویر شکل گرفت. ما اجازه داشتیم که بیام توی این دنیا و تجربه کنیم، یک سری چیزها رو یاد بگیریم، شناسایی کنیم، محیط پیرامونمون رو بشناسیم. ولی وقتی که اینها رو شناختیم، باید از اون به بعد وظیفمون بود که بتونیم به مسیر درست، به اون مسیری که براش به این دنیا اومدیم و قراردادی که بستیم تو مسیر بریم، که در جلسه بعد و در جلسات بعد بیشتر در مورد این موضوع صحبت میکنیم. ولی حالا چه اتفاقی افتاد که اینا به جای اینکه در اختیار ما باشن، ذهنمون، ما در اختیار اون قرار گرفتیم. ببینید این جسمی که به ما داده شده، این بدنی که به ما داده شده، مغز، دست، پا و اون ذهن، اینها باید در خدمت ما باشن. این ارتباطی که بین شما، یعنی اون آگاهیه و هوشیاریه که شما هستید با دنیای فیزیکی، بر چه اساسی برقرار میشه؟ شما چجوری میتونید با دنیای فیزیکی ارتباط برقرار کنید؟ توسط این کالبدها ذهن شما این ارتباط رو برقرار میکنه. یعنی شما ذهنتون هست که ارتباط بین اون بعد روحانی شما، بعد اصل شما رو با بعد فیزیکی و جهان فیزیکی برقرار میکنه. یعنی در بدن شما، این جسم شما، مغز شما یک دستگاه گیرنده است. مغز شما یک دستگاه گیرنده و فرستنده است. یعنی چی؟ یعنی این حواس پنجگانه شما مثل چشمتون، گوشتون، حس چشایی، بویایی، لامستون، یعنی هر آنچه که شما از محیط پیرامونتون میشنوید، میبینید، لمس میکنید، میچشید، بو میکنید، همه اینا مغز شما این اطلاعات رو میگیرد توسط این گیرنده ها، اونجا تبدیلش میکنه به سیگنال، به فرکانس، و این پیام ها، این اطلاعات رو میفرسته به اون بخشی که هوشیاری شماست. از طریق چی؟ از طریق ذهن شما.
یعنی ذهن شما میاد این ارتباط رو برقرار میکنه. اونجا اون هوشیاری همه این اطلاعات رو درک میکنه، همه اینها رو میاد اونها رو درکش میکنه، میفهمه، اونجا درک میشه و دوباره از طریق ذهن میاد به جسم فیزیکی و از طریق جسم فیزیکی شما در دنیای فیزیکی عمل میکنید، رفتار میکنید، حرکت میکنید. این اتفاق باید میافتاد. باید اون هوشیاری، اون آگاهی تمام اینها رو تجربه میکرد و اونها رو درک میکرد و چون اون هوشیاری وصل به خداونده، آگاهی رو از خداوند میگیره. وقتی وصل خداوند باشیم، اون آگاهی، اون هوشیاری که از جنس خداونده از طریق ذهن ما این آگاهی رو به جسم ما میده و ما در دنیای فیزیکی عمل میکنیم. برای اینکه این مطلب رو، این موضوع رو بهتر متوجه بشین، میخوام یک مثال ساده بزنم. ببین این دستگاه‌های موبایل یا این دستگاه‌های ماهواره‌ای که ما داریم و الان میتونیم تصاویر رو ببینیم، فیلم‌ها رو ببینیم، برنامه‌ها رو ببینیم چجوری دارن کار میکنن. ببینید ماهواره‌هایی که در فضا هستن، اینها سیگنال میفرستن و این دیش هایی که ما داریم این سیگنال ها رو دریافت میکنن. سیگنال هایی که از طریق ماهواره ها ارسال میشه رو دریافت میکنن و این دیش ها، این دستگاه ها اون سیگنال ها رو تبدیل میکنن به تصویر، به صدا، به این برنامه هایی که ما میبینیم. یعنی این برنامه هایی که ما میبینیم تصویر نیستن در آسمون، صدا نیستن، اینا سیگنالن، دریافت میشه، تبدیل میشه به تصویر، به صدا. بدن ما، مغز ما هم همینو کار رو انجام میده. از دنیای پیرامون اطلاعات رو میگیره و این اطلاعات رو تبدیل به سیگنال، به فرکانس میکنه، از طریق ذهن ما میفرسته به اون هوشیاری که اون هوشیاری اینجا نیست. اون هوشیاری درک میکنه، همه اینا رو تجربه میکنه، درک میکنه و دوباره از طریق ذهن به جسم ما برمیگرده و باعث میشه ما از این دنیای فیزیکی از طریق جسممون عمل کنیم، رفتار کنیم. ذهن ما یک بستره که در این بستر چی اتفاق میفته؟ افکار اتفاق میفته. حالا ما میخوایم این افکاری که در این بستر رخ میدن افکاری بشه از جنس آگاهی ما، از جنس هوشیاری ما، نه از جنس من ذهنی. افکاری که من ذهنی داره تولید میکنه افکاریه که پر از ترسه، پر از نگرانیه، پر از ناامیدیه، پر از آشفتگیه. ما میخوام افکاری که در بستر ذهن داره تجلی پیدا میکنه، داره رخ میده، افکاری باشه که از جنس آگاهیه. اون آگاهی وصل کیه؟ وصل خداونده. پس اون افکاری که از اون آگاهی تجلی پیدا میکنه چجوریه؟ چه حسی در ما ایجاد میکنه؟ حس خوب، حس امید، شادی، نشاط، حس قدرت. پس من میتونم این مطلب رو اینجوری توضیح بدم که ببینید ذهن ما رابطه بین روح ما، هوشیاری ما و دنیای فیزیکی، جسم ما. حالا این ذهنه چجوری آگاهی رو نشون میده؟ آگاهی رو به صورت فکر نشون میده. در جلسه بعد مطمئنا در مورد این موضوع بیشتر توضیح میدیم، در مورد افکار. این ذهن ما آگاهی که دریافت میکنه رو چجوری نشون میده؟ به صورت افکار. افکار چجوری هستن؟ تصویرن، صدا هستن، اینو میشه افکار. حالا ما میخوایم این افکار از جنس چی باشه؟ از جنس من ذهنی باشه یا از جنس اون هوشیاری آگاهی؟ میخوام از جنس هوشیاری باشه. چرا؟ چون اون هوشیاری است که همه چیز رو میدونه، چون اون هوشیاری است که وصل خداونده و آگاهی که به ما میده آگاهی خالصه، آگاهی که به ما احساس خوب میده. اگه ما به اجازه بدیم که افکاری که در ذهن ما تجلی پیدا میکنن افکاری باشه که از جنس من ذهنی باشه، ما همیشه ترس داریم، نگرانیم، آشفته هستیم. حالا ما نمیخوایم همچین افکاری داشته باشیم. ما میخوایم افکاری داشته باشیم از جنس آگاهیمون، هوشیاریمون و باید بتونیم اون اتفاقات، اون بیداری اتفاق بیفته، بتونیم از این ابزارهایی که در اختیارمون قرار داده شده بتونیم به زیباترین شکل ممکن استفاده کنیم. یعنی بگیم این ابزاری که برای من اون هوشیاری هست، در این ابزارها بستری باشه برای تجلی آگاهی من. یعنی آگاهی که در این بستر رخ میده چی باشه؟ آگاهی از جنس خداوند باشه. یعنی خداوند باشه که آگاهی به ما میده، خداوند باشه که به ما رو هدایت میکنه. و گفتیم
اون آگاهی که در بستر ذهن ما، در ذهن ما شکل میگیره، به چه شکل میگیره؟ به شکل افکار شکل میگیره. افکار چی هستند؟ تصاویرن، صداها هستن. حالا شما میخواین صدای خداوند رو بشنوین یا صدای من ذهنی، صدای شیطان رو بشنوین؟ صدای خداوند رو. پس باید بتونه اون آگاهی که شما هستید بیدار بشه، اون آگاهی وصل خداوند بشه، اون آگاهی ها به شما الهام بشه و به صورت فکر در ذهن شما تجلی پیدا کنه. و شما از کجا میفهمید که اون آگاهی از طرف خداونده؟ وقتی احساس خوب داشته باشید، احساس قدرت بکنید، احساس رهایی بکنید، آزادی بکنید. تا زمانی که شما افسار ذهن شما در دست من ذهنیه، چه افکاری در ذهن شما شکل میگیره؟ افکار ترسالود، افکار غم‌آلود، افکاری که در شما آشفتگی ایجاد میکنه، حالتون دست خودتون نیست، نگرانید، میترسید، دو دل هستید، شک دارید، نمیدونید کدوم مسیر درسته. چرا این اتفاق میفته؟ چون من ذهنی، ایگو داره کارها رو انجام میده. من ذهنی داره فکر تولید میکنه، نه اون آگاهیه. اون آگاهیه از جنس خداونده. خداوند هیچ وقت ترس رو ایجاد نمیکنه، هیچ وقت نگرانی ایجاد نمیکنه. خداونده که آرامش رو ایجاد میکنه. هر جا آرامش دارید، هر جا نمیترسید، یعنی شما وصل خداوند هستید. یعنی اون آگاهی بیداره، هوشیاره. یعنی شما در بعد حضورتون هستید، در بعد اصلتون هستید. وقتی شما اون هوشیاری که شما هستید بیدار میشه، یعنی اون بعد اصلی شما بیدار شده. و بعد اصلی شما چیه؟ حضوره. چه زمانی بیدار میشه؟ وقتی در این لحظه باشید، وقتی شما در بعد حضور باشید، یعنی وصل اصل خودتون باشید، در این لحظه هستید. و شما در این لحظه چی رو تجربه میکنید؟ شادی رو، شعف رو، امید رو، حس خوب زندگی رو، حس بودن رو. شما وقتی تو این لحظه هستید، آیا غمی رو تجربه میکنید؟ این لحظه شما هستید، دارید نفس میکشید. ولی وقتی به گذشته یا آینده میرید، شما همیشه ترس دارید، چون همیشه تو گذشته اتفاقاتی افتاده که واسه شما غم رو داره یادآوری میکنه. و وقتی تو آینده میرید، همیشه داره کمبودها رو به شما میگه و ترس رو برای شما ایجاد میکنه. ولی وقتی شما تو این لحظه هستید، این لحظه همه چی هست. من دارم نفس میکشم، زندگی میکنم. این لحظه خدا هست. وقتی خدا هست، همه چی هست. یعنی شما در بعد حضور هستید. و همه تلاش ما اینه که بتونیم در بعد حضور باشیم. در بعد حضور بودن یعنی چی؟ یعنی در این لحظه باشیم. برای همینه که در لحظه زندگی کردن خیلی مهمه. اینه که بیایم در لحظه حال سپاسگزاری میکنیم که چه اتفاقی بیفته، تا در لحظه حال قرار بگیریم. ما این تمرینات ذهن آگاهی یا سپاسگزاری رو برای چی انجام میدیم؟ برای اینکه در لحظه حال قرار بگیریم، تا در بعد حضورمون قرار بگیریم. وقتی در بعد حضورمون هستیم، یعنی وصل خداوند هستیم. و اون موقع زندگی ما چیه؟ زندگی ما آرومه. ما غمی رو تجربه نمی کنیم، ما نمی ترسیم، چون خداوند هست. ما وقتی که بدونیم خداوند همراهمونه، آیا می ترسیم؟ آیا شما وقتی که بدونید که یک نیروی قدرتمند پشت شماست، شما وصل یک نیروی قدرتمند هستید که هر چی رو که اراده کنید و بخواید، اون در اختیارتون قرار میده، آیا شما میترسید؟ آیا نگران هستید؟ قطعا نه، نگران نیستید، نمیترسید. و وقتی هم ترسی سراغتون میاد، میدونید بازیه کیه؟ بازی من ذهنیه، بازی ایگوتونه، نفستونه. و نفس و ایگو و من ذهنی نماینده شیطانه. شیطان از این طریق میتونه شما رو بترسونه. و شیطان چرا میخواد شما رو بترسونه؟ چون میخواد از مسیر درست دور بشید، چون میخواد از خداوند دور بشید. چیزیه که از خداوند خواسته، گفته به من فرصت بده تا آدم‌ها رو به مسیر نادرست ببرن، و این فرصت داده شده. و کسانی نمیتونن در دام شیطان بیفتن، در دام من ذهنی بیفتن که وصل اون آگاهی باشن، که اصل خودشون رو بشناسن و اجازه بدن اون اصل که وصل خداونده در زندگیشون جریان داشته باشه. شیطان هیچ تسلطی بر این بندگان نداره، بر این آدم ها نداره. برای همینه که خداوند در قرآن میفرماید که تو هیچ تسلطی بر بندگان من نداری و تو فقط بر انسانهای تسلط داری که پیرو تو باشن.
که اسیر تو باشن. وقتی که من اسیر من ذهنی هستم، وقتی که من دارم به من ذهنیم گوش میدم، به ایگوم گوش میدم، من اسیر کیم؟ شیطانم. من وقتی به این گوش ندم، وقتی اینو جدی نگیرم، از بند شیطان، از بند من ذهنی رها شدم و خودم رو سپردم به خداوند. شاید ترس سراغم بیاد، ولی میفهمم بازیش چیه. همون لحظه به خودم آگاه میشم و از ترسم عبور میکنم. بر نگرانی هام آگاه میشم و از اون عبور میکنم. از دید دیگه‌ای به زندگی نگاه میکنم، به مسائل زندگی نگاه میکنم. از چه دیدی؟ از دید خداوند. من میخوام از دید خداوند به زندگی نگاه کنم. و چه زمان میتونم از دید خداوند به زندگی نگاه کنم؟ زمانی که اصل من، اون روح من وصل بشه به خداوند، رها بشم از این من ذهنی. پس ذهن برای این به من داده شده که من بتونم با دنیای فیزیکی ارتباط برقرار کنم، تا بتونم اون آگاهی که خداوند میده در بستر ذهن من تجلی پیدا کنه و من بتونم از طریق اون آگاهی توی زندگیم قدم بردارم. این نیاز به تمرین داره. این نیاز به این داره که من در آرامش قرار بگیرم، در سکوت قرار بگیرم. من در وقتی که درگیر ذهنم هستم، وقتی اون شلوغی ذهن من هست، وقتی دارم این افکار رو جدی میگیرم، اون احساسات من ذهنی رو جدی میگیرم، من نمیتونم صدای خداوند رو بشنوم. من باید رها کنم. من باید بگذرم از اینها. من بفهمم که این کار من ذهنی، تله های من ذهنیه. وقتی که من ذهنیم قشنگ شناختم، اون موقع دیگه مچ خودم رو میگیرم. مچ این من ذهنی رو میگیرم. این آگاهی مچ من ذهنی رو میگیره. میگه نه، اینجا تو اجازه نداری. اینجا افکارتو به درد من نمیخوره. اون افکاری که تو داری میگی، اون چیزهایی که تو داری به من میگی به درد من نمیخوره. اون چیزی که به درد من توی زندگی میخوره آگاهیه که خداوند به من میده. و من توی زندگی میتونم عمل کنم از طریق اون آگاهی. اون به من میگه کجاها باید برم، اون به من میگه باید چی کار کنم، اون به من میگه تو این لحظه زندگیم، تو این شرایط، وسط این چالشی که هستم، تو باید چی کار کنی. و اون کاری که تو انجام میدی، میبینی تو تا 1000 سالم که بهش فکر میکردی، اون کاری که خداوند بهت گفته و تو داری انجامش میدی، چنان راهگشاست که تو تا 1000 سالم که بهش فکر میکردی به اون نمیرسیدی. ما فقط باید اجازه بدیم این قلبمون رو باز بذاریم و این قلبمون رو جایگاه حضور خداوند قرار بدیم و اجازه بدیم اون هدایت، اون خرد، اون آگاهی خداوند در زندگی ما جاری بشه. ما این قلبمون رو بستیم، قلبمون رو به روی خداوند بستیم و همه درون قلب ما چیه؟ این منهای ذهنیه. برم پیش فلانی به هم یه راه حل بده، اگه فلانی بیاد توی زندگیم کمکم میکنه، اگه برم این کارو بکنم، اگه برم وام بگیرم، اگه برم پیش فلانی، اگه به فلانی التماس بکنم کارم جور میشه. و میرم اصلا کارم جور نمیشه. دارم تلاش میکنم کارم جور نمیشه و میگم چرا؟ من که دارم این همه تلاش میکنم. نه عزیزم، تو داری با من ذهنی تلاش میکنی. تو داری با من ذهنی داری قدم برمیداری. من ذهنی تو هیچی نمیدونه. تو قلبت رو باز بذار، قلبت رو جایگاه خداوند قرار بده. خداوند بهت میگه چی کار کن. خداوند آدم‌ها رو سر راهت قرار میده. خداوند اون کاری که باید بکنی رو بهت میگه. اون قدمی که باید برداری رو بهت میگه. اون تصمیمی که باید بگیری رو بهت میگه. از طریق قلبت بهت میگه. ما در ادامه میفهمیم که چجوری این قلب ما، وقتی که ما الهامات رو دریافت میکنیم از طریق قلبمون، صدای خداوند رو میشنویم، این الهامات رو چجوری بفهمیم، این الهامات چجوری اتفاق میفته و چجوری ما میتونیم بفهمیم که خداوند داره با ما حرف میزنه و کدوم کارهایی که داره میگه من ذهنی یا خداونده. اینها نیاز به تمرین داره. ما باید خیلی خودمون رو خوب بشناسیم. ما باید بتونیم انقدر من ذهنیمون رو خوب بشناسیم، ایگو رو خوب بشناسیم، صداش رو خوب بفهمیم، اون احساسی در قلبمون ایجاد میشه، بفهمیم که آیا این من ذهنی یا خداوند. انقدر اینا رو خوب بشناسیم که اون لحظه اینو که تشخیص بدیم، مچ من ذهنی رو بگیریم و رهاش کنیم. نه باهاش بجنگیم، نه چیزی، رهاش کنیم، بهش بی‌توجهی کنیم و رومون رو برگردونیم سمت خدا. قلبمون رو باز کنیم برای خدا، فضا گشایی کنیم
در این لحظه قرار بگیریم. خداوند در این لحظه است و همه اون چیزهایی که ما به دنبالش هستیم در این لحظه وجود داره. چرا ما نمیبینیمش؟ چون ما چسبیدیم به این من ذهنی، به این ایگوه و میخوایم با اون بریم جلو. اینو رهاش کنیم، قلبمون رو باز بذاریم، کم کم اینو میفهمیم. من این جمله رو همیشه توی همه فایل ها میخوام بگم. مسیر خودشناسی یک مسیر کاملا شخصیه. وقتی که شما توی این مسیر برید میفهمید کجا خدا داره باهاتون حرف میزنه، کجا ایگو. من نمیتونم به شما بگم، من فقط میتونم شما رو آگاه کنم. هر کسی مسیرش کاملا شخصیه، یک مسیر شخصیه که خودش میتونه بفهمه و این نیاز به تکرار داره، به تمرین داره، به آگاه شدن داره. پس این ذهنی که در اختیار من قرار داده شده یک بستریه که بتونه من از طریق این بستر اون آگاهی بتونه با دنیای مادی ارتباط برقرار کنه. یعنی آگاهی در بستر ذهن به صورت فکر تجلی پیدا کنه و من بتونم در دنیای فیزیکی عمل کنم و قدم بردارم. ولی من اومدم این ذهن رو بستری که کردم، من ذهنی کردم، ایگو کردم، اجازه دادم این من ذهنی در ایگوه در ذهن من جولان بده، هر کاری که دوست داره بکنه، افکاری که من ذهنی تولید میکنه در ذهن من تجلی پیدا کنه و منم اون افکار رو جدی بگیرم و با اون افکار پیش برم. من ذهنی میگه الان اینجا مثلا برو با فلانی دعوا کن، من میرم دعوا میکنم. میگه تو این حرفو بزن، این توهینو بکن، من توهینو میکنم. میگه بیا الان قضاوت کن، من قضاوت میکنم. این افکاری که از این جنس هستن من ذهنی داره ایجاد میکنه. ولی افکاری که از جنس خداوند هستن هیچ وقت اینجوری نیست. خداوند هیچ وقت نمیگه قضاوت کن، هیچ وقت نمیگه توهین کن، هیچ وقت نمیگه برو دعوا کن. همیشه میگه آروم باش، من همه کارا رو درست میکنم، تو فقط آروم باش، بسپار به من همه چیز رو، زندگی تو بسپار به من، وصل من شو، قلبت رو برای من باز کن. من اینجا، من جایی نیستم، من اینجا، فقط تو درو بستی، درو باز کن، آروم بگیر. آیا شما تو شلوغی میتونید صدای خدا رو بشنوید؟ نه، تو شلوغی فقط دارید صداهای وحشتناک رو میشنوید، همش سر و صداست، بعد آشفته میشید. آروم باشید. باید آرامش رو بتونیم در خودمون برقرار کنیم. ما از ذهنمون نتونستیم درست استفاده کنیم. هر آنچه که بشر تونسته بهش دست پیدا کنه به خاطر ذهنشه. ذهن خلاق انسانه. وجه تمایز انسان با موجودات دیگه چیه؟ ذهن خلاقشه، افکار خلاقشه. هر آنچه که ما توی زندگیمون خلق کردیم به وسیله چیه؟ ذهنمونه. هر آنچه که در این دنیا هست بشر بهش دست پیدا کرده توسط چیه؟ ذهن خلاقه. پس ذهن ابزار خوبیه ولی ما نتونستیم ازش درست استفاده کنیم. ما ذهنمون رو بستر من ذهنی کردیم، دادیمش دست من ذهنی، گفتیم هر کاری که میخوای باهاش بکن. من ذهنی هم پر از ترس، نگرانی، آشفتگی، پر از افکار منفیه. ما با افکار منفی نمیتونیم توی زندگی شاد و پر از حس خوب رو تجربه کنیم. فقط میتونیم یه زندگی پر از آشفتگی و ترس و نگرانی رو تجربه کنیم. پس اینو متوجه شدیم که ذهن ابزار خوبیه و ذهن در اختیار ما قرار داده شده که بتونیم از روحمون از طریق ذهن با دنیای فیزیکی ارتباط برقرار کنه. یعنی آگاهی روحمون که از طریق خداوند وصل به خداونده و این آگاهی رو از خداوند دریافت میکنیم در بستر ذهن تجلی پیدا کنه. به چه صورت؟ به صورت فکر. و این افکار در ذهن ما باشه، این افکاری که از روحمون میگیریم، از آگاهی میگیریم، در ذهنمون تجلی پیدا کنه و ما از طریق اون افکار توی زندگیمون قدم برداریم، نه از طریق افکاری که من ذهنی تولید میکنه. پس ما باید بتونیم مچ من ذهنی رو بگیریم، بتونیم انقدر من ذهنیمون رو خوب بشناسیم که بتونیم افکار من ذهنی با افکاری که اون آگاهی به ما میده این دوتا رو از هم تفکیک کنیم، جدا کنیم و این افکاری که من ذهنی میده رو رها کنیم و اجازه بدیم که آگاهی خداوند در زندگی ما جاری بشه. مثال همون ماشین است که ما اگه بتونیم تمام آپشن هایی که اون ماشین داره رو خوب بشناسیم، ما میتونیم از اون ماشین بهترین استفاده رو بکنیم، میتونیم بهترین سفرها رو بریم، میتونیم بهترین لذت ها رو باهاش داشته باشیم.
ولی وقتی ما آپشن ها رو ندونیم، حالا اون ماشین هر چقدر میخواد آپشن داشته باشه، چه فایده؟ من که نمیتونم ازش استفاده کنم. میتونم ازش استفاده کنم؟ نه. ولی من میخوام آپشن هاشو بشناسم، اون آپشن ها رو که شناختم ازش استفاده کنم. ما هم همینیم. ما این ابعاد وجودیمون رو، این آپشن هایی که خداوند در وجودمون قرار داده رو خوب بشناسیم و قشنگ ازش استفاده کنیم. اون موقع میفهمیم خدا چه نعمت هایی در اختیار ما قرار داده. اون موقع به جای اینکه ذهن ما بشه دشمن ما، میشه دوست ما. میگیم کاش که این ذهن نبود، کاش که این افکار نبود. اگه ذهن نباشه شما هم نیستید. اگه افکار نباشه شما هم نیستید. همه چیز از یک فکر شروع شده. هر چیزی که بشر بهش دست پیدا کرده از یک فکر شروع شده. ولی چه نوع فکری؟ ما می‌خوایم فکر خوب داشته باشیم یا فکر بد؟ میزان کیفیت زندگی شما رو افکار شما مشخص میکنه. هر چقدر شما افکار بهتری داشته باشید، زندگی با کیفیت تری دارید. چه زمانی شما میتونید افکار خوبی داشته باشید؟ زمانی که اون هوشیاری، اون آگاهی که شما هستید فکر تولید کنه، نه من ذهنی. و شما زمانی میتونید فکر خوب تولید کنید که اون هوشیاری وصل خداوند باشه. شما بیدار بشید، بفهمید کی هستید، خودتون رو خوب بشناسید. ما خودمون رو خوب نمیشناسیم، بعد میگیم آخ چرا توی زندگی من اتفاقات میفته، چرا فلانی اینجوری کرد، چرا نمیشه. عزیز من، دوست من، خودت رو بشناس. بفهم خداوند چه گوهری رو در وجودت قرار داده، خداوند چه نعمتهایی رو در وجودت قرار داده. اون موقع دیگه دست از دنیای بیرونت میکشی. همه چیز در درون ماست. اون موقع میفهمی، معنای این جمله رو میفهمی. بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، از خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی. همه چیز در درون توست. همه چیز در درون من و توست. من و تو نتونستیم درکش کنیم. الان میخوایم درکش کنیم. الان میخوایم بفهمیمش. برای همینه که خودشناسی اینقدر مهمه. شما خودتون رو بشناسید، میتونید هر چی رو که توی زندگی میخواد بهش دست پیدا کنید. میتونید یک مسیر سرشار از آرامش رو تجربه کنید، شادی رو، رها از هر چیزی و از هر آنچه که توی زندگیتون هست لذت میبرید. و در آخر از خداوند میخوام که همه ما رو به راه راست، به راه کسانی که به آنها نعمت داده، نه کسانی که بر آنان غضب کرده، و نه گمراهان هدایت کنه. همه شما رو به خدای خوب و مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار تک تک شماها.